ویدیوی امروزمون در مورد مردی مرموز به نام اچ هست. به تازگی قراره توی شرکت نیروی امنیتی حمل پول استخدام بشه. برای فعالیتش توی این شرکت باید کنار دست راننده میشینه تا همه چی خوب یاد بگیره. حالا از شانس اچ همون روز به کامیون حمله میشه. و اینجا بود که خودش رو به خوبی نشون میده. تمام افرادی که به کامیون حمله کرده بودن رو یه تنه میکشه. وقتی به شرکت برمیگرده ازش تاکید میکنه که به یه همچین آدمی توی این شرکت نیاز دارن و اون نباید بره. وقتی که کارش رو انجام داد، گروهی از سارقین که قصدشون دزدی از که این صحنه رو دید به سمت پسرش دوید، ولی خب دیر شده بود چون به سمتش تیراندازی شد. زمانی که اچ داخل بیمارستان چشماشو باز کرد، دکتر رو جسمی سابقش رو به دست بیاره و رو به راه بشه. از همکاراش خواست اون فردی که به سمت داگی شلیک کرده رو پیدا کنن. اونها هم تمامی افرادی که بهشون مشکوک بودن رو کشتن. تا روزی رسید که یکی از دوستای اچ ازش خواست به خاطر شرایط پیش اومده دست از این کار برداره. کم به بهانه استراحت حرفش رو قبول کرد و از یه آدم ماهر خواست تا مدارک لازم و معتبری براش درست کنه برای وارد شدن به شرکت حمل پول. حالا برمیگردیم به 5 ماه بعد، زمان اصلی داستان. پول نقشه کشیدن. روزی که بولت به همراه اچ داخل کامیون بودن، لازم رو سوار کامیون کنن. بعد از رسیدن از طریق بیسیمی که وجود داشت، به شرکت این اطمینان ها اونا کوتاه نیامدن و به سمتشون شلیک کردن. یکی از سارقین ریموت بمبی که از دستش افتاده بود رو برداشت و دکمه رو فشار داد. و نفر بعدیشون هم به خاطر تیری که به گلوش خورده بود کشته شد. وارد به پولا فکر میکرد و از اونا لذت میبرد. اچ رو توی خونه میبینه. به شدت جا میخوره. اچ پرونده پزشکی پسرش رو به سمتش پرتاب میکنه و ازش میخواد بخونه. بعد از خوندن پرونده یادش میفته که اچ کی بوده و چی کار کرده. ازش میخواد تا پولا رو باهاش سهیم بشه، اما اچ دقیقاً با همون 3 تیری که پسرش رو کشته بود به سمتش شلیک میکنه و اونو میکشه. بعد از کشته شدن اون آدم خیال اچ راحت میشه.